یکی دیگه از خورشت‌های خوشمزه و محلی گیلانی سیرقلی است. برگ‌های سیر رو ریز خرد کنید. یکی دو بار بشورین و آب کشش کنید. به این صورت من از یک دسته سیر بزرگ استفاده کردم. میریزیم تو مایتابه، کمی هم میزنیم تا برگای سیر نرم بشن. روغن اضافه میکنیم و سرخش میکنیم. خیلی سرخ نکنیم که رنگ خورشتتون رو تیره میکنه، تا همین حد کافیه. زردچوبه اضافه کنید و تفت بدین تا بوی خامیش گرفته بشه. برگای سیر رو از ظرف جدا کنین و تکه های مرغ رو دو طرفش رو تفت بدین. داخل قابلمه دیگه انتقال بدین. برگای سیر سرخ شده رو اضافه کنین و لپه از قبل خیس خورده رو که من نیم پزشون کردم چون خیلی خوشپخت نبود لپش. آب به اندازه نیاز میریزین، درش رو بذارین که بپزه. اواسط پخت نمک و فلفلش هم اضافه میکنیم. عزیزان، با سابسکرایب و فالو کردن کانال خودتون رو حمایت کنید و آموزش‌های بعدی رو دنبال کنید. نیم ساعت قبل از پخت کاملش یه قاشق آرد برنج رو با آب نارنج مخلوط بکنید و حل کنید و روی خورشتتون بدین برای لعاب این خورشت. مقدار آب نارنج هم بستگی به خودتون داره که ترشتر یا کم ترشتر بخواد. یه عدد تخم مرغ رو هم میزنین از لختگی در بیاد و روی خورشت میدین. میتونید تخم مرغ هم اضافه نکنین ولی این خورشت تخم مرغ داره. اینم از خورشت سیرقلیمون. حتما امتحانش کنید. نوش جان.